و حتی این توپی که فوتبالبازان در فوتزال بازی میکنند اندازه 4 است. زال‌هایی که با استاندارد جایگاه هستند زال‌های فوتزال شاید کمتر باشد. آرزو دارم که در دوشنبه هم زال‌های بین‌المللی ساخته شوند. اینجا تا الان خالی بود، تاکسی خالی بود. حالا کار سر میشه. хватает спонсоров. ما خوشحال هستیم که در لیگ چمپیونای آسیا رو خط گرفتیم. با فهمیدم که بسیار فوتزال قیمت‌تره که نظر به فوتبال کلان. زاهرجان صادقов طولی بیش از 1 ماه است که در تالار ورزشی یکاچینار شهر دوشنبه همچون مربی و کودکان و نورسان از بازی فوتزال تمرین می‌گذراند. او مقصد دارد که گروه کودکانه فوتزال را تأسیس بدهد. می‌خواهیم که همینا را علایده کنیم یک قسمش برای سری آ انا آماده کنیم که برای سری آ یاد گیرن اونهایی که 14 15 16 ساله هستند و تا 18 ساله را اینایی که مثال 5 ساله و 6 ساله و 7 ساله هستند اینها را آسته با دیگر تورنیرهایی که بین خودشون نورسان میگذره کوچکو بین اونها دمونیم بفکین خوبتر و بهتر میشود. این خبر در برنامه خویش راجع به یک نوع ورزش توقف می‌کرد که واقعا هم در جمهوری ما جای و موقع خویش را دارد الکی فوتزال و اینجا تالار کمیته انداز شهر دوشنبه میباشد. در اینجا طولی هر بگاه دسته دیسینوست تمرین میکنند و واقعا هم این دسته در جمهوری تاجیکستان یکی از دسته های پرقوت فوتزال تاجیک به شمار می رود و این سال این دسته در لیگ چمپیون های آسیا برآمد خواهد کرد. درباره این و عموما برد و باخت فوتزال تاجیک در این برنامه توقف میکنیم. دسته دیسینوست از سال 2012 برآمد میکند. مدت 3 سال باز غالب آمده چمپیونی 3 کرته تاجیکستان می باشد. ما در بازی‌های مسابقه‌های در شهر بودگی بازی میکردیم. با کمک برادرای دولت‌فو تشکیل کردیم. دسته اول نومی دسته بود الیت ستروی سرویس، بعد نامش رایال پاپ شد و بعد دیسی اینوست شد. 4 سال است که چون در فوتبال کلان در تاجیکستان چمپیونات عاید به فوتزال گذرانیده می شود. به جز لیگ اساسی فوتزال که در آن 8 دسته اشتراک می کنند، بازی ها در بخش А و Б نیز گذرانیده می شود. Чемпионат серии ПРО проходит в формате дома в гостях, 4 круга. У нас есть команда из Турсунзаде, есть команда с Худжанда, с Душанбе есть команды. Ну, мы будем стараться привлекать больше команд и расширять зону охвата футзала. То есть вот в этом году мы планируем пригласить команду из Сарафшана, с Куляба, ну и дальше уже с Горно-Балахшанской автономной области. исматулло давлатов президент клуби дисинвест мебошад. طبق گفته‌های او اگر در سال اول و دوم رقابت‌ها در لیگ فوتزال چندان شدید نبود، اما اکنون رقابت‌های دسته‌ها خیلی شدید به شرق آور می‌گذرد. بازی‌های چمپیون تاجیکستان 14 مناسبت می‌کند. سال از سال با دستگیری فدراسیون فوتبال تاجیکستان فوتزال تاجیک هم پیشرفته شده است. این از آن شادر می‌دهد که ما این سال با چمپیونات آسیا را خط گرفتیم و کوشش میکنیم که سر بلند برآمد کرده نام فوتزال تاجیک رو بلندتر برداریم. اینجا تا الان خالی بود، تاکسی خالی بود. حالا کار سر میشه. این ورق میده به این میده به این خودش برمیگرده سر جاش. 2 تا فیشکه گذاشتم. حالا اینجا مصطفی اشرفی مربی ایرانی با دسته تمرین می‌گذراند. او چند سال پیش به تاجیکستان آمده در فوتبال کلان بازی میکرد. حالا 3 سال میشود که به فوتزال گذشته است. همچون مربی دسته دیسینوست را تمرین میدهد. چمپیونات هر سال بهتر شد. سال اول اونقدر خوب نبود. چه مثلا شرایط بازی، چه امکانات تیم ها، چه مثلا امکانات بازیکن ها، چه مثلا تاکتیکایی که توی زمین از جانب فوتزال برگزار میشد. هر سال بهتر شدین. ما الان نمیدونم شما مسابقات ففت رو تماشا کردین، بازی‌های خیلی خوبی بود، مخصوصا بازی فینال.
هر سال بهتر شده، هر سال واقعا بهتر شده. اینم کار کردن در کاره، هی باید هر سال بهتر بشه. پیشروی همینه. حالا ان که ما همین تلاش داریم، همین حرکت رو میکنیم. سازمان دادن گروه کودکانه فوتزال هنوز چند سال پیش در اندیشه ظاهرجان صادقوف بود. با این مقصد 2 سال پیش یک گروه کودکانه تجربوی را در فوتزال تشکیل نموده بودند که یک قطار بازی‌های گروهی نیز می‌گذرانیدند. سال 2015 30 آگوست ما تصمیم گرفتیم که همین فوتزال کمانده تیمی نوراسون تشکیل کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که در تاجیکستان یعنی که در دوشنبه نبوده خیلی تیم. برای خیلی تیم آماده کردن در کار بود که کودکان را جمع کنیم، یعنی که نوراسایی که 15 14 16 17 ساله. ای 30 آگوست ما همین کار را سر کردیم با دستگیری فوتزال سایوس که اون دستگیری کردن ما را. 1 سال ما با اونها تمرین کردیم، بعد در سری ا اشتراک کردیم، در سری ا 4م جا بودیم. این برای ما همچون مربی گویم خیلی خوب بود. ما می‌خواستیم که یک دسته باشد که برای آینده فوتزال تاجیک آینده بسیار گراکو جلب کرده شود با دسته یکاچین جمهوری تاجیکستان با فوتزال. بعد این ما فهمیدیم که اینم کم است. ما همچون مربیای کار میکردیم که نو تاسیس یافته، یعنی که مربی که نو کار رو تشکیل کرده و خیلی این کاری نازک بود. به خاطر همین بر ما هم خیلی غلطید که اجازت نامه برای تمرین دادن هم خیلی کودکان نورسان. این گروه نخستین دسته کودکانه فوتزال تاجیک است. مقصد اساسی رشد فوتزال تاجیک می باشد. حالا این گروه نام معینی ندارد، از این رو آن را گروه کودکانه فوتزال نام میبرند. در مراسم رسمی گشوده شوی دسته کودکانه فوتزال نماینده ها از فدراسیون فوتبال تاجیک اشتراک نمودند و برای بچه ها توپ‌ها و تحفه ها تقدیم نمودند. چون که با ما معلوم است اصلا رشد ورزش به تشکیل دسته های کودکانه چی نمودی ورزش که نمیشه دسته های کودکانه و نورسان و با این واسطه پیدا کردن چهره های نوی از سبی نورسان لیاقتمند ناممکن است. با درک این مسئله ما تصمیم گرفتیم که در یک جایی با مربی صادق ظاهرجان یک دسته کودکانه فوتزال را سازمان دهیم. برای سری ا سال 2015 انتخاب ما خیلی بود. اویلای مثل کمبغل لیاقتمند تمرین ما به پول بود، لیاقتمند. بعد طولی 20 کس اومده بودن که ما باید 15 نفر جدا میکنیم برای که فوتزال دا 3 4 اگر کنی 3 تا 4 دونه کنی 12 کس میشه، 2 کسی دیگر دروازه‌بان میگیری با یک کسی دیگر میگیری، خلاصه 15 16 کس زیاد نی برای که وقت نمیوان اونها بازی کردند. هر یک وای اگر 3 دقیقه که وقتی بازی کردند 3 دقیقه بازی میکنند، 3 دقیقه زیاد بازی کردن نمیتونن برای که فیزیکی قابلیتشون نمیرسد اونها. به خاطر همین بسیاری باید گرفتن هم او قناعتمند نمیشه. وقتی بسیار باید نمیرسه او بازیش نشون میده یا که بازی کنه اما بازی یگان چی بهره گیره. به خاطر همین فوتزال 15 کس میگیرن. خود ظاهرجان صادقوف فعالیت ورزشیش را همچون فوتبال باز شروع کرده است. او فعالیت ورزشیش را در آغاز سالهای 2000 در فوتبال کلان آغاز نموده در دسته لوکوموتیو بازی میکرده است. اصلا ظاهرجان مربی جوان هستند و خودشان ورزشکاران از سن خردی در فوتبال فعالیت دارند، هم به حیث هم فوتبال باز به حیث هم مربی و تا 15 سال اخیر میشود که عموما با فوتزال همچون بازیگری دوستدار فوتزال و سالهای اخیر با آموزش در کورس‌ها و سمینارهای مخصوصی که فدراسیون فوتبال بین‌المللی و کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک جایی با فدراسیون فوتبال تاجیکستان تشکیل کردند آموخته صاحب مجوز لیول 1 گردیدند و با او امکان داده است که برای سازمان دادن دسته‌های کودکانه و نورسان و چی دسته‌های جوانان فعالیت کنند. آغاز همین کار دسته لوکوموتیو سر شدگی بود. ما 12 سال داشتیم اون وقت تمرین میکردیم. ترینر من مربی من که کیاسوف دلیر بودن اون کس
در اون کس تمرین میکردیم و روزش شد که اون کس آمدن گفتن که 3 کسی شما را ما با لیگ اولی میتیم. اون وقت با لیگ اولی رفتن بسیار دشوار بود. ما این وقتی فهمیدیم بسیار در هیجان غلطیدیم و میترسیدیم که با لیگ اولی رفتن ما همچون دوبلور سو میخوردیم و این دیگر خیلی قبول میکنه. یک دهشت و وحشت وقتی که ما بوز کردن میتونیم اونجا تمرین کردن میتونیم در اونجا خیلی احساسات بسیار بلند ما را فرا گرفت. ولی بعد اومدیم پیش مربی خودمون گفتیم که ما نمیخوایم رفتن برای که ترینری انا دسته فوتبالی اولی لیگ اولی لوکوموتیو انا نظر غیاس بسیار مردکی که میپرسید هر یک فوتبال باز که بسیارتر تمرین کرده شود، یعنی که او بسیار سختگیر بود. با خاطر ما میترسیدیم اون کس میگفتن که ما نمیریم اون لیگ اولی. ораз ализода капитани дастаи дисинвест мебошад. фаъолияти ӯ аз ибтидои таъсиси даста сар шуда тӯли ҳамаи ин муддат дар бурду бохти даста ҳамроҳ буд. вай ҳамлагар аст. дар чемпионати тоҷикистон оид ба футзал мегӯяд ӯ сол то сол бозиҳо шавқовар мегузаранд. ин боиси он мегардад ки сатҳи бозигарону дастаҳо боло равад. аз соли 2012 инҷониб ман дар дастаи диси инвест бозӣ мекунам. дар ин муддати 5 соле ки инҷо бозӣ мекунам, ин тим хеле тағйир ёфт дар ин солҳо, чун дар оғози таъсисёбӣ бозингаро тамоман дигар буданд ва дар муддати ин 5 сол бозингаро иваз шуданд ва ҳоло дар дастаи мо 8 нафар бозингарои тими миллии Тоҷикистон мебошанд. дастаи дисинвест секарата қаҳрамонии Тоҷикистон оид ба футзал мебошад. имсол бори аввал дар бозиҳои лигаи чемпионҳои осиё оид ба футзал иштирок мекунад. ما امید داریم، ما حتی میخوایم تیممون رو بشه انقدر تیار بکنیم. ما 4 ماه وقت داریم، 4 ماه هم وقت کمی نیست. اگه بتونیم 2 تا بازیگر خوب بتونیم قرض بگیریم از دولت‌های که مخصوصا از فوتبال ایران، از فوتسال ایران بتونیم قرض بگیریم، بتونیم یه ترینر خوب بتونیم بگیریم که بتونیم یه تیم با قوت بریم اونجا. میخوام بریم یکم آبروی تاجیکستان برامون مهمه. حتی اگه مثال چون اونجا بازی‌ها دیگه بازی‌های سختیه واقعا. اول مهم برامون آبروی تاجیکستان، دوم هدف داریم که حتی از گروهمون بریم بالا. چرا که نه؟ میتونیم. بچه‌هامون همه استعدادشو دارن واقعا. ما هم بچه‌هام 8 تا بچه تیم ملی هستن. میتونیم، بخوایم میتونیم. سخت است ولی شدنیه. аксари аъзоёни даста орзуи онро доштанд ки дар бозиҳои берун аз марзи тоҷикистон иштирок кунанду сатҳи бозии хешро ба дастаҳои беруна муқоиса намоянд. тибқи нақша бозиҳо дар моҳи август бояд баргузор шаванд. яъне ҳоло аъзоёни даста чанд моҳи дигар барои тамрину боло бурдани маҳорати касбии хеш доранд. мо хурсанд ҳастем ки дар лигаи чемпионои осиё рӯйхат гирифтем. 3 сол мо кӯшиш карда будем бо кӯмаки коргарои федератсион ки хеле заҳмат кашиданд. мо кӯшиш мекунем ки ин сол парчами Тоҷикистонро дар ин мусобиқа бардорем. DC будет участвовать в международном турнире АФК. Это первый раз в истории таджикского футзала, и это говорит о том, что мы на правильном пути, мы развиваемся и дальше будем стремиться. И будем стараться, чтобы ежегодно таджикские клубы участвовали в международных турнирах АФК. чун дигар дастаҳои футзали тоҷик дар дастаи дисинвест мушкилоти асосӣ норасоии мутахассисони соҳибтаҷриба ва мураббиҳо ба чашм мерасад. кадр намерасад. футзал хеле дар Тоҷикистон варзиши шавқовар аст. барои ҳамин насиб карда бошад 4-5 сол пас сатҳи Тоҷикистон баланд мехезад. футзал дар муқоиса бо футболи калон ҳарчанд умумиятҳо дорад, аммо ҷиҳатҳои фарқкунандааш ҳам зиёд мебошад. ин фарқияташ бисёр калон аст. мо ҳам ки баъде ки хондем инҳоро бисёр омӯхтем ба фаҳмидем ки бисёр футзал қиинтар ки назар ба футболи калон. футзал бисёр қиин аст, барое ки ҳама ин чиз тичени 1-2-3 сонияда бояд ту фикр кунӣ, ақида бурорӣ маън кунӣ ва пасти. ин бисёр тез аст футзал ва контактни бозӣ. از فوتبال خرد به فوتبال کلان رفتن دشواره، از فوتبال کلان به خرد اومدن دشوار نیست.
مهم اینه که شما هوشش رو داشته باشی. فوتبال مهم اینه که شما هوش داشته باشی، باهوش باشی، فرقی نداره. الان خود حکی خورشید هم که شما خبر دارین تو فوتبال کلان استقلال کمندای بزرگ بازی کردن، الان فوتبال خود دارن بازی میکنن. یه سری تاکتیکاش فقط فرق میکنه که بازیکن باهوش باشه، اون رو خیلی راحت میتونه بپذیره و بازی خیلی جذابی است. من خودم فوتبال کلان از 13 سالگی بازی کردم تا 29 سالگی من بازی کردم، ولی الان 3 سال 4 ساله که اومدم فوتبال خود، واقعا جذابیتایی که فوتبال میده داره فوتبال کلان نداره. خیلی بازی با جذابیه، بازی که سکونده، ما سکون قطعی گل میزنی، یعنی این سو گل نزنی این سو گل، خیلی بازی جذابیه. فوتزال اگرچه به فوتبال بزرگ مانندی داشته باشد هم، لیکن جهت‌های فرق کننده‌اش هم خیلی بسیار میباشد و این میدانی که فوتبالبازان بازی میکنند اندازه 20 و 40 را دارد و دروازه‌ها باشد 2 متر بلندی و 3 متر درازی دارد و حتی این توپی که فوتبالبازان در فوتزال بازی میکنند اندازه 4 است و در فوتبال کلان باشد با توپی اندازه 5 بازی میکنند. Футзал, я считаю, что играть в футзал тяжелее, тут нельзя останавливаться, тут нужно быть постоянно в движении. Разница в том, что еще можно там замены делать несколько раз, да? Может игрок там несколько раз заходить, выходить, отдыхать. То есть это говорит о том, что футзал, он динамичен и быстро устаешь. Поэтому как бы замены можно производить несколько раз, чтобы игрок отдыхал и опять заходил, играл дальше. امروز بیش از 15 نفر کودکان و نورسان همراه زایرجان صادقov تمرین میکنند. خردترین آنها از 7 ساله شروع شده تا 17 ساله را در بر میگیرد. امیدواریم هم خیلی که وقتی ما تمرین میکردیم در وقت پیش در کماندوی ما ترینرهای خوب بودن، بهترین ترینرها بودن که تا حاضر را فکر میکنم که و فقط ما را برای چی یاد میدادن؟ یاد میدادن که در فوتبال عموما باید قطعی سودیه عموما باید گپ نزنیم. اون وقت برای کماندای لوکوموتیو ما 2 تا 3 تا یا 4 تا یا 5 تا توپ بود تمام. که لیگ اولی بازی میکردیم توپ بسیار نداشتیم، نه که هرچند که سعی کوشش میکردن ترینرهای ما که توپ بیارن و ما بسیارتر شود. حاضر هر یک کودک ما یک تا توپ که میتونن که هر یک روز تمرین اونها بلند رود، یعنی که مهارت تکنیکی اونها بسیارتر تیزتر بلند میره و زودتر میشه. وقتی که توپ کمتر که است حاضر یعنی که همه شرایط برای اونها مهیا است، تنها تمرین کردن در کار دیگه از خود اونها وابسته است. Я должен тебе корпусом что закрыть. Корпус хотя будет махкам контроль. Барамина подошва. Убрать подошва. سال تا سال امکانیت های تمرین کردن چی برای کودکان و چی برای جوانان بیشتر می‌گردد. فوتزال که در تاجیکستان قدم های نخستین خویش را می‌گذارد، سرپرستان حالا نسبت به آن چندان هوسمند نیستند. Наверное, все-таки то, что нам не хватает спонсоров, будем их привлекать. Вот, чем больше будут таджикские команды участвовать в международных турнирах, тем проще будет с ними договариваться, поскольку реклама на международной арене для них это выгодно. залҳое ки бо стандарт ҷавобгӯ ҳастанд, залҳои футзал шояд камтар бошад. агар бисёртар мешад залҳое ки стандарт ҷаҳона ҷавобгӯ бошанд, бо ба футзал хуб мешуд. نادر دوسماتوف دیرکتور ورزشی تیم دیسینبست با آن نظر است که نوابسته به نارسایی‌های موجوده فوتزال تاجیک پیش می‌رود. به خصوص 8 دسته‌ای که در لیگ عالی فوتزال بازی می‌کنند سال تا سال قوی می‌گردند. در تاجیکستان خیلی سطح بلند رفته است. تیم‌ها کوشش کرده استودند که تیمشون را خیلی پرقوت نمایند. تیم خوجند است، تیم دوشنبه، تیم ریگر هم است در این بازی و وایسال در جام تاجیکستان تیم‌های از کلوب هم ولایت ختلون تکلیف کرده بودند و هم اشتراک نمودند. کوشش‌های خیلی زیاد فدراسیون کرده است. در هیئت دیسین وست بازیگرای بهترین جمهوری بازی میکنند، از جمله دروازه‌بان دسته فیروزبек مرادов که بازیگر بهترین تاجیکستان سال 2016 شد. و غیر از این خورشید محمودов که امسال به فوتزال گذشت، از فوتبال
کلان با فوتزال گذشت. بازیکن‌های تیم ملی دیگر بازیکنانش هم همینجا بازی میکنن با مثل شوکت حلیمов, محمد رحمانов, شریپов, رحمان علی. Будем стараться, чтобы футзальные команды Таджикистана больше участвовали в международных турнирах. Сами будем стараться больше проводить международные турниры. Будем привлекать для этого спонсоров, чтобы они организовали турниры, нам помогали. И будем расширять серию Pro, больше, чтобы участвовало больше команд, не 8, а 10, 12. С каждым годом будем стараться расширять. زهیرجان صادقov حالا تنها بیش از یک ماه است که با کودکان و نورسان تمرین میکند. وی خواستگاری آن است که با تمرین دادن کودکان در بلند برداشتن سطح فوتزال تاجیک نقش خود را بگذارد. با همین نیت هفته 3 مرتبه جمع آمده با بچه ها مشق میگذراند. هرگاهی که به تالار آمد فرزندش را نیز با خود میگیرد و با این طریق میخواهد که آرزوهای عملی نشده خویش را همچون فوتبال باز با واسطه فرزندش در آینده عملی سازد. بچه‌های نورسای کوچک که هستن بیان فوتزال تمرین کنن، فوتزال پیش رود. برای که جهانیت اوزی فوتزال بنیاد پیش رفته که دوشنبه مود ان شاء الله تعالی من پیش رفته ایستاده است. گفتنیم که هر یک چیز، هر یک پیشروی که می شود 10% یا 20% از مربی وابستگی دارد. دیگه 80% دیگه از خود هم تمرینگر، یعنی ورزشگری که میبیاد تالار از خود وی وابستگی دارد. برای بسیاری ها میگن که ما رفتیم 3 ماه ترینوفکا کردیم، 5 ماه تمرین کردیم یا 6 ماه یگون چیزی نشدیم. این همه چیز از وابستگی از خود همو طلبه است. وقتی که طلبه با حساب مکتب گوییم میبیان مکتب 11 کسان 15 کس شدگن، معلم همه آنها در یک خیل بهانه ماند که اون کس که شجاعت دارد و اون کس که میخواهد که بهای نقص گیرد 5 میگیرد. این فوتزال هم خیلی کسانی که میخوان که تمرین کنن میبینن جدیت رو احساس میکنن برای هم پیش میرن. بیاین فوتزال به خاطر هم میگم که کوچک ها کودک های مایده نورسان خوبتر میشد، بسیارتر میآمدن. فوتزال با دسته های 6 ساله 7 ساله 8 ساله ها بسیارتر میشد که فقط چمپیونات همین دسته ها علویده میگذاشت. البته این سال هنوز در تاجیکستان قدم‌های اولی خویش را می‌گذارد و امیدواریم که این سال آینده پیش رفته بازم ورزشکاران ما در میدان‌های بین‌المللی برآمد کرده ورزش ما را معرفی می‌کنند.